بیا یه لحظه با هم رو راست باشیم. خسته نشدی از اینکه هر شب با کلی نقشه و رویا میخوابی ولی صبح که بیدار میشی باز همون آدم معمولی هستی؟ بذار یه حقیقت تلخ و بروت بیارم. تو شکست خوردی، نه چون استعداد نداشتی، نه چون شانس باهات یار نبود. تو باختی چون دیسیپلین نداری. تو هنوز منتظری یه حسی از غیب بیاد، یه انگیزه‌ای بهت دست بده تا شروع کنی. اما حقیقت اینه که انگیزه یه دروغ بزرگه. انگیزه میاد و میره، ولی اون چیزی که تو رو به قله میرسونه نظم آهنین یا همون دیسیپلینه. به زندگی الانت نگاه کن. واقعاً همون جایی هستی که میخواستی باشی؟ یا فقط داری با جمله از فردا شروع میکنم خودتو گول میزنی؟ اون فردایی که منتظرشی هیچ وقت نمیاد. تو یا همین الان افسار زندگیت رو دست میگیری یا تا ابد توی همین ضعف و درجا زدن میمونی. توی این ویدیو قرار نیست حرفای قشنگ و انگیزشی بشنوی. میخوام بهت یاد بدم چطوری مثل یک جنگجو ذهنت رو برنامه ریزی کنی. اگه تا آخر این مسیر با من بیای، 5 تا قدم عملی بهت میدم که اگه اجراشون کنی، هیچ چیزی نمیتونه جلوت رو بگیره. ولی اگه دنبال راه میان برو آسونی، همین الان این ویدیو رو ببند و برو سراغ همون چرخیدن بیخودی توی اینستاگرام. چون این ویدیو برای آدمای ضعیف نیست. بیشتر مردم فکر میکنن موفقیت یعنی این که هر روز با لبخند و انرژی از خواب بیدار بشی و بدوی سمت هدفات. فکر میکنن اونایی که اون بالا هستن یه منبع جادویی انگیزه دارن که هیچ وقت تموم نمیشه. اما حقیقت اینه، برنده ها هم اکثر وقتا حال و حوصله کار را ندارن. فرق تو با اونا چیه؟ تو وقتی حالت خوب نیست استراحت میکنی. اونا وقتی حالشون خوب نیست بیشتر کار میکنن. تو بازیچه ی احساسات خودت هستی. اگه مغزت بگه امروز حسش نیست، تو میگی باشه واسه فردا. اما آدمای توقف ناپذیر یه چیزی رو میدونن که تو هنوز نفهمیدی. میاموتو موساشی، بزرگترین شمشیرزن تاریخ ژاپن، هیچ وقت منتظر مود یا حس و حال نمیموند. اون میگفت راه و رسم جنگجو دیسیپلین همیشگیه. برای یه سامورایی تمرین کردن ربطی به علاقه نداشت، ربطی به انگیزه نداشت. اونا هر روز تمرین میکردن چون باید آماده میبودن. برای اونا یه لحظه ضعف، یه لحظه تنبلی یعنی مرگ وسط میدون جنگ. اونا نظم رو مثل یه زره به تن میکردن. دیسیپلین برای اونا راه زنده موندن بود. اونا یاد گرفته بودن احساساتشون رو پشت در تمرین جا بذارن. وقتی بدنشون درد میکرد، وقتی بارون میبارید، وقتی خسته بودن، شمشیرشون رو بر میداشتن و فقط اجرا میکردن. حالا به خودت نگاه کن. تو با اولین خسته‌ام جا میزنی. با اولین وسوسه گوشی کارو ول میکنی. تو داری مثل یه بازنده زندگی میکنی چون به بدنت اجازه دادی برای مغزت تصمیم بگیره. مایک تایسون یه حرف قشنگ میزنه. میگه دیسیپلین یعنی انجام دادن کاری که ازش متنفری ولی جوری انجامش بدی که انگار عاشقشی. این یعنی ذهنیت یه آدم برنده. قهرمان‌ها برای پیروزی به انگیزه نیاز ندارن. اونا به روتین نیاز دارن. دیسیپلین اون رفیقیه که تا ته جاده و توی سخت‌ترین شرایط باهات میمونه. هنوزم فکر میکنی باید منتظر بمونی تا حسش بیاد؟ یا حاضری نظم شخصی رو انتخاب کنی و بدون هیچ بهانه‌ای فقط انجامش بدی؟ خب، تا اینجا فهمیدی که مشکل کجاست. حالا وقتشه که این غول تنبلی رو از پا در بیاریم. آماده ای؟ چون اینجای کار دقیقاً همون جاییه که آدمای ضعیف ویدیو رو میبندن و میرن سراغ همون زندگی قبلیشون. اما تو بمون، چون این 2 تا قدم شروع جدی مسیر توه. قدم اول، پلهای پشت سرت رو خراب کن. بزرگترین اشتباه تو اینه که همیشه یه سوراخ موش برای فرار خودت باز میذاری. وقتی میگی سعی میکنم از فردا رژیم بگیرم یا ایشالله از شنبه ورزش رو شروع میکنم، در واقع داری به مغزت چراغ سبز میدی که اگه سخت شد میتونی بپیچونی.
توی تاریخ ژاپن وقتی جنگجوها می‌خواستن یه جزیره رو فتح کنن، به محض پیاده شدن کشتی‌های خودشون رو آتیش می‌زدن. میدونی چرا؟ چون یا باید پیروز می‌شدن یا می‌مردن. راه برگشتی نبود. تو هم باید همین کار رو با ذهنت بکنی. وقتی تصمیم میگیری کاری رو انجام بدی، گزینه نشدن رو کلاً دیلیت کن. با خودت مذاکره نکن. وقتی گفتی انجامش میدم، یعنی تموم شد و رفت. بحث بسته است. قدم دوم، به سبک کایزن وارد عمل شو. اشتباه دوم تو اینه که میخوای یه شبه از یه آدم تنبل تبدیل بشی به بروسلی. جوگیر میشی. سنگ بزرگ برمیداری و معلومه که وسط راه نفست میگیره. ژاپنی‌ها یه مفهومی دارن به اسم کایزن. کایزن یعنی تغییرات کوچیک اما همیشگی. لازم نیست از فردا 5 ساعت درس بخونی. با 20 دقیقه شروع کن. لازم نیست 1 ساعت بدوی. فقط 10 دقیقه پیاده روی کن. اما یه شرط داره. این 10 دقیقه باید از نون شب برات واجب تر باشه. نظم از بردن جنگ‌های کوچیک ساخته میشه. وقتی بتونی 1 ماه هر روز فقط 10 دقیقه کاری رو انجام بدی، اون وقت ذهنت میفهمه که تو تصمیم گیرنده نهایی هستی. بردن همین جایزه‌های کوچیک بهت یه قدرتی میده که بعداً میتونی باهاش کوه رو جابجا کنی. هنوز با منی؟ پس یعنی جنمش رو داری. اما یادت باشه، سخت‌ترین بخش ماجرا هنوز مونده. توی پارت بعدی میخوام بهت بگم چطوری وقتی حالت از همه چی به هم میخوره باز هم ادامه بدی. اونجاست که فرق بین یه آدم معمولی و یه آدم موفق مشخص میشه. تا حالا دقت کردی وقتی میخوای یه کار سخت انجام بدی یه صدای نازک توی سرت شروع میکنه به وزوز کردن؟ الان خسته ای. باشه واسه بعد. الان حسش نیست. حالا امروز رو استراحت کن. بذار یه رازی رو بهت بگم. این صدا دشمن توه. این همون بخشی از وجودته که میخواد تو یه آدم معمولی و ضعیف باقی بمونی. قدم سوم، به احساساتت باج نده. بزرگترین دروغی که توی گوشت خوندن اینه که باید طبق احساست عمل کنی. دیسیپلین یعنی دقیقاً برعکس این. یعنی برات مهم نباشه که الان خوشحالی، غمگینی، خسته‌ای یا ذوق داری. تو یه مأموریت داری و باید انجامش بدی. آدمای موفق مثل یه ربات برنامه ریزی شده عمل میکنن. اونا به مودشون نگاه نمیکنن، به هدفشون نگاه میکنن. سامورایی‌ها میگفتن ذهن مثل یه اقیانوسه. ممکنه سطحش طوفانی باشه، اما اعماقش همیشه آروم و ساکته. تو باید از اعماق وجودت فرمان بدی، نه از موجهای سطحی احساست. قدم چهارم، برو توی شکم سختی‌ها. بیشتر آدما به محض اینکه یه ذره بهشون فشار میاد، فرار میکنن. اما تو از امروز هر جا حس کردی یه کار سخته، باید بفهمی که اونجا دقیقاً همون جاییه که داری رشد میکنی. وقتی عضلات میسوزه، یعنی داره ساخته میشه. وقتی مغزت از فشار درس یا کار درد میگیره، یعنی داری بزرگ میشی و ظرفیت خودت رو میبری بالاتر. یه قانونی هست به اسم قانون 40%. وقتی مغزت بهت میگه دیگه بریدم، تموم شدم، در واقع تو فقط 40% از تواناییت رو استفاده کردی. 60% بقیه پشت اون لایه ترس و خستگی قایم شده. تو باید یاد بگیری به این خستگی بخندی. این یعنی ساختن یه شخصیت نفوذناپذیر. توی پارت آخر میخوام بهت بگم چطوری این نظم رو همیشگی کنی و تبدیل به کسی بشی که بقیه با دیدنش حساب کار دستشون میاد. تمام حرفایی که زدم فقط وقتی ارزش داره که این قدم آخری رو بفهمی. دیسیپلین یه لباس نیست که فقط شنبه ها بپوشی. دیسیپلین یه مسیر بیپایانه. سامورایی های قدیم یه اعتقادی داشتن. هر روز جوری زندگی کن که انگار همین الان قراره بمیری. چرا؟ چون این فکر باعث میشه ثانیه‌هات رو پای چرت و پرت هدر ندی. قدم پنجم، قاضی بیرحم خودت باش. بیشتر آدما برای بقیه سختگیرن ولی با خودشون تعارف دارن.
اگه یه روز تنبلی کردی، اگه یه روز طبق برنامه پیش نرفتی، نباید به خودت بگی اشکال نداره، فدای سرم، فردا جبران میکنم. نه، باید از خودت بپرسی چرا اینقدر ضعیف عمل کردم؟ تو باید برای هر ثانیه‌ای که هدر میدی به خودت جواب پس بدی. یک دفترچه داشته باش و هر شب بنویس که امروز قهرمان زندگی خودت بودی یا فقط به آدم معمولی بودی که تسلیم شرایط شد. اجازه نده یه شکست کوچیک کل آیندت رو خراب کنه. حالا وقت انتخابه. الان که این ویدیو داره تموم میشه، تو 2 تا راه داری. اول این که همون آدم ضعیف قبلی بمونی، بری سراغ بقیه ویدیوهای زرد یوتیوب و باز هم منتظر انگیزه باشی تا معجزه کنه و زندگیت رو عوض کنه. یا اینکه همین الان، تأکید میکنم، همین الان ثابت کنی که صاحب اختیار واقعی زندگی خودت هستی. چالش من برای تو اینه: از فردا صبح فقط یک کار سخت که ازش فرار میکردی رو انجام بده. یا صبحان نیم ساعت زودتر بیدار شو، یا دوش آب سرد بگیر، یا نیم ساعت بدون گوشی روی هدفت کار کن. فقط یکی، و نتیجهش رو توی کامنت ها برام بنویس. بذار اسمت زیر این ویدیو به عنوان یه آدم عملگرا ثبت بشه، نه یه تماشاچی معمولی. یادت باشه، ساعت داره تیک تاک میکنه. دنیا به استعدادهای تو هیچ مدالی نمیده. دنیا فقط به ثبات قدمت احترام میذاره. اگه میخوای جزو اون 1% باشی که شرایط رو شکست میدن و زندگیشون رو خودشون میسازن، حتما کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن. چون ما اینجا قراره با هم یه جمع بزرگ از آدمهای قوی بسازیم. قوی بمون، چون دیسیپلین تنها راه رسیدن به آزادی واقعیه. تا ویدیوی بعدی روی قدرت ارادت تمرکز کن. فعلا.